پس از سالها بالا رفتن آتش کراساورای 7 نفره ناگهان فیدلیتی پرایم ظاهر شد. تو این تست و بررسی طراحی ظاهری خودرو رو بررسی می‌کنیم، یه نگاهی به تجهیزات داخلی و فضای داخلی خودرو می‌اندازیم و در نهایت هم یک تست رانندگی و 0 تا 100 خواهیم داشت. قبل از هر چیزی تو بررسی طراحی ماشین باید بگم که این ماشین تو سال 2018 طراحی شد، یعنی طراحی ماشین برای 6 سال پیشه، ولی همچنان که به ماشین نگاه می‌کنید می‌بینید که تک تک اجزای این خودرو در هماهنگی کامل قرار داره. به نظر من این پیوستگی چراغ‌های جلو پنجره خودرو خیلی شباهت زیادی به کراساورای مازدا داره و لیپ برآمده سپر جلو رو میتونید ببینید. چراغ‌های دیلایت رو اینجا داره و چراغ‌های بزرگ خودرو از تکنولوژی فول LED در واقع تبعیت میکنه. نوشته فیدلیتی اینجا داریم و جلو پنجره کهکشانی که مرکزش با نشان فیدلیتی منقش شده. روی این ماشین رینگای 20 اینچی رو داریم با پهنای 225 و دیواره 45% که لاستیک در واقع کم ارتفاعی محسوب میشه و باید حواستون باشه موقع رانندگی. فرم سیال کناری ماشین رو داریم، مغزی‌های کرومی رو داریم که فقط 2 بچه در واقع فریم شیشه رو در بر میگیرن، آینه بزرگ و یک روف ریل اینجا داریم. ماشین از تکنولوژی کیلس هم پشتیبانی میکنه، یک رکاب در واقع پلاستیکی طور رو کل ماشین و دور گلگیرهای عقب در بر گرفته که این پلاستیک مشکی به در واقع سپر عقب ماشین هم منتقل میشه. توی نمای عقبش هم مجددا چراغای فول LED رو داریم، اینجاش به نشان فیدلیتی منقش شده و یک حالت دیفیوزر مانند که زیر سپر عقب اون قرار دادن. 2 تا خروجی اگزوز تزیینی که 2 تاش هم فیک هستش و برفاکن شیشه عقب هم توی این ماشین ما داریم. به نظر من نمای عقب این ماشین یک مقدار بیش از حد ساده از آب در اومده، میتونستن جزئیات بیشتری هم براش قرار بدن که البته توی مدل فیسلیفتش که فیدلیتی پرستیژ باشه واقعا سنگ تمام گذاشتن، تمام این نقاط ضعف رو برطرف کردن. بچه خودرو این بررسی و نمایندگی 1331 میرداماد در اختیارمون گذاشته که میتونید هم برای خرید خودرو و هم برای دریافت خدمات محصولات گروه بهمن به این نمایندگی مراجعه کنید. خب داخل کابین فیدلیتی پرایم جدید بریم ببینیم که چه خبره. از قسمت متریال که شروع بکنیم، رویه داشبورد جنس نرمی داره، همینطور رویه این قسمت در واقع در، ولی سمت پایین داشبورد که میاید کاملا پلاستیک خشکه. قسمت‌های چرمدوزی شده، زیر آرنجی قسمت جلو، کنسول جلو در واقع این قسمت بالاش فقط حالت چرمدوزی شده، همینطور فرمون دورچرم با دوخت مشکی. روی درها هم این فرم به نظرم جذاب رو داریم به همراه دستگیره‌های چرمدوزی شده. یه قسمت آلومینیوم بژ برس خورده هم روی داشبوردش می‌بینیم که به صورت سرتاسری کشیده شده و تا اینجای رودری جلو اومده و به اینجا خط شده. دستگیرهای کروم ماتش حس خیلی خوبی رو میدن، اصلا اون حالت شکستنی رو ندارن و خود درم صدای بازو بسته شدنش اون صدای بم و دلنشین رو میده و واقعا به نظرم فرسنگ ها فاصله گرفتن با اون چیزی که سالهای گذشته بود. جنس صندلی ها چه جلو چه عقب از چرم مصنوعی ساخته شده و بازم این دوردوخت سفید رو میتونید تو حاشیه‌اش ببینید. جنس به نسبت خوبی داره به نظر من و تعریق خاصی هم روش نمی‌کنید به این زودی‌ها، چون یک حالت سوراخ هم منفذدار اومده طراحی شده. صندلی راننده توی 6 حالت به صورت برقی تنظیم میشه و صندلی شاگرد هم توی 4 حالت که هر دوتاشون هم گرمکن داره. فرمونش واقعا خوش‌دسته، حس خیلی خوبی از متریال و کیفیت رو توی این رنج قیمتی به عنوان یک خودروی چینی به شما منتقل میکنه. این قسمت‌های در واقع کرومکاری که با سایر قسمت‌های دیگه مثل دور دریچه‌های هوای مرکزی و جانبیش و این حالت کرومکاری دور اسکرین حسی از لوکس بودن رو برای شما تداعی میکنه. این کرومکاری روی قسمت تهویه‌اش هم تکرار شده و این دکمه هم همون حسال کرومی رو منتقل میکنه، هرچند که پلاستیکی هستش. و روی فرمون دکمه‌های چند منظوره رو می‌بینیم که توی قسمت سمت راستش دکمه‌های کروز کنترل هستش و دکمه‌های سمت چپش برای تنظیمات اسکرین مرکزیش به کار میره. فرمون هم به صورت دیکات طراحی شده که ورود و خروج آسون رو تجربه کنید به خودرو و فقط توی 2 تا حالت بالا و پایین در واقع قابل تنظیم هستش و تنظیم در عمق رو نداره این فرمون. کیفیت دست راهنما هم واقعا ارضاتون میکنه، خیلی روون و صدای خیلی خوبی هم میدن این
دست راهنما و دست برفاکنش حس خیلی خوبی بهتون منتقل میکنن. اینو هم اضافه کنم که این ماشین هم به سنسور نور مجهزه، هم سنسور بارون و چراغ‌های جلو هم از نوع دیلایت هستش. سایر دکمه‌های کابین هم خیلی پلاستیک طور میزنن، این حس رو کامل وقتی لمسشون میکنید بهتون منتقل میشه، ولی کیفیت خوبی داره، عملکرد خوبی داره. اسکرین مرکزی ماشین هم 10.25 اینچ هستش و پشت آمپر دیجیتالی این خودرو که شارپنس و روشنایی خیلی خوبی هم داره از نوع 12 اینچی هستش که حدود 2 اینچ از مانیتور مرکزیش جالبه که بزرگتره و اطلاعات رو خیلی خوانا و درشت و در واقع با وضوح بالا بهتون نمایش میده. اسکرین مرکزیش هم تاچش خیلی حساس و خوبه، روشنایی خیلی خوبی هم داره، ولی مشکلی که داره توی حالت دوربین 360ش دوربینا کیفیت خیلی خوبی به نسبت رقبای خود رو ندارن. نکته جالب راجع به داشبوردش اینه که از این قسمت به سمت راننده چرخیده که باعث میشه ارگونومی بهتری ماشین داشته باشه. دکمه‌های فیزیکیش رو من خیلی دوست دارم، چون که به هر حال سالی که این ماشین تولید شد که سال 2018 باشه زیاد به حالت دیجیتالیزه ماشین‌ها نرفته بودن و به کمای دیجیتالیزه مبتلا نشده بودن و دکمه‌ها همه به صورت در واقع فیزیکی هست و چندان باعث حواس پرتی نمیشه مثل دکمه‌های لمسی و دیجیتالی. دریچه‌های خودرو هم بگی نگی کاراشون خوب انجام میدن، اون حالت شکنندگی رو ندارن، ولی میتونست با کیفیت بالاتری هم طراحی بشه. خب بریم ببینیم فضای کاربردی این ماشین چقدره. تو قسمت در جلو پاکت درها در واقع گود و پهن هستش که میتونید یک فلاسک کوچیک رو اینجا قرار بدید. 2 تا جالیوانی گود و بزرگ اینجا داریم و این قسمت هم به صورت کول باکس هستش که از تهویه خودرو در واقع میتونه نوشیدنی شما رو استفاده بکنه، خنک بکنه. یه خروجی 12 ولت اینجا داریم که حتی میتونید یه یخچال برقی هم اینجا کار بزنید، یخچال کوچیک، و همینطور 2 تا خروجی یو اس بی اینجا داریم. نکته جالب در مورد نسخه جدید فیدلیتی پرایم این هستش که این قسمت کنسول مرکزی هم کامل ریدیزاین کردن و دسته دنده هم از حالت مکانیکی به حالت الکترونیکی در اومده و در حال حاضر میتونید گوشیتون رو خیلی راحت‌تر با این صفحه شارژش رو انجام بدید. نکته جالب دیگه که توی این ماشین دیدم اینه که میتونید گوشیاتون رو به این صورت عمودی اینجا قرار بدید که خیلی خوبه توی چرخیدن‌ها، توی ترمز زدن‌ها از جاش تکون نمیخوره و لازم نیست حتما هولدر گوشی داشته باشید. راجع به اتصال گوشی هم به این دیسپلی مرکزیش بگم که فقط به صورت میرور لینک میتونید گوشی رو متصل بکنید و فقط با اتصال کابل. 4 تا شیشه ماشین تنظیمات برقی داره، آنتی ترپ هم دارن و آینه‌های کناری هم چراغ خوشامدگویی و چراغ راهنما، تنظیمات برقی و گرمکن برقی روشون قرار داده شده. ماشین سقف پانورامای خیلی بزرگی داره که هم سرنشینای جلو و هم سرنشینای عقب میتونه از این فضا و نوری که داخل کابین وارد میکنه انسان شیدش رو میکشید لذت کافی رو ببرن. هم آفتابگیرش و هم مکانیزم باز شدن سقف پانوراماش به صورت کاملا برقی انجام میشه. سیستم صوتی ماشین رو 6 تا بلندگو تشکیل میدن که اسم و رسم خاصی هم نداره، روش فقط به این نوشته اکسکلوسیو اومدن قناعت کردم، اما من کیفیت سیستم صوتیش رو که چک کردم به نظرم خیلی خوب بود تو رنج قیمتی خودش. این ماشین رادار نقطه کور و رادار حرکت بین خطوط داره. این قسمت ستون ایش به رنگ قرمز در میاد زمانی که ماشینی توی قسمت نقطه کور شما قرار گرفته باشه و همچنین پشت آمپرش همون در واقع هشدار رو براتون صادر میکنه. کنسول زیرآرنجی ماشین واقعا خوبه، همون جایی هستش که باید باشه و لازم نیست که به چپ و راست خم بشید که آرنجتون اینجا قرار بگیره. آفتابگیرهای ماشین هر دوتاشون چراغدار هستش و خلاقیت که انجام دادن چراغاشو با آرم فیدلیتی در واقع ترکیب کردن. با توجه به فضای 272 سانتی متری بین محوریش الان فضای خیلی خوبی رو زانون با صندلی جلو داره، تقریبا 2-3 تا انگشت فضا دارن و فضای بالا سر خیلی خوبی هم اینجا دارن، تقریبا 4 انگشت. صندلی عقب هم با توجه به اینکه 40-60 قابل جمع شدن هستش ولی همچنان اون احساس نیمکتی رو ندارن و حس راحتی بهتون منتقل میکنن. متریال رودری و صندلی‌ها کاملا مشابه قسمت جلو و خصاصتی تولید کننده تو این قسمت به خرج نداده. 2 تا چراغ کناری داریم که هر دو سمت خودرو عقبش چراغ داره. یک زیرآرنجی اینجا داریم که 2 تا هم کاپ هولدر داره و رودری عقب پاکت‌های کوچیکی هم داخلش داره ولی میتونید یک آب معدنی کوچیک رو اینجا قرار بدید. خبر خوب اینه که خروجی تهویه عقب هم اینجا داریم و 2 تا خروجی یو اس بی هم اینجا داریم. صندوق عقب ماشین به صورت برقی هستش و میتونید این فاصله بالا رفتن درش هم اگر پارکینگی دارید که سقفش ارتفاع کمی داره تو هر لولی که میخواید در واقع سایزش رو انجام بدید و روی این دکمه فشار بدید که توی همون ارتفاع همیشه براتون باز و بسته شه. این ماشین 2 مدل 7 نفره و 5 نفره داره که این ماشین مدل 5 نفرشه. مدل 7 نفره دیگه صندلی‌ها تقریبا تا اینجا میان و فضای خیلی کمی برای صندوق عقب میمونه، ولی برای مدل 5 نفرش
این فضای بسیار کاربردی رو داریم اینجا. همینطور که می‌بینید 2 تا جالیوانی برای صندلی عقب اینجا قرار داده شده و یک استورج مانندی هم اینجا داره که البته تقریبا توی مدل 5 نفرش خب بلا استفاده است. و سایر تجهیزات خودرو هم همینطور که می‌بینید اینجا قرار داده شده. این قسمت هم در واقع خارج میشه و اینجا قرار میدید که روی محفظه بار رو به صورت کامل براتون به صورت کرکره‌ای بپوشونه. صندلی عقب هم 60-40 تا میشن و یک خروجی 12 ولت هم اینجا داریم. تا اینجای تست و بررسی چطور بود؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما با لایکاتون بهم انرژی بدید. خب پشت فرمون فیدیلیتی پرایم قرار گرفتیم. موتور 1.5 لیتری توربو بدون فناوری پاشش مستقیم سوخت که میتونه برای بنزین بی‌کیفیت ایران یک نقطه قوت محسوب بشه. 155 دسته بخار قدرت توی دور تقریبا 5500 و 230 نیوتن متر هم گشتاور توی دور تقریبا 2000 تا 4000 قابل دسترسه که خبر خیلی خوبیه. یکی از ایرادات بزرگی که این ماشین داشت که گیربکس 2 کلاژه خشک ماشین بود، باعث شد یک مقدار گرم بکنه تو ترافیک. اگر در واقع رعایت نمی‌کردید راه رفتن با ماشین رو، باعث میشد که اون گیربکس رفته رفته داغ بکنه و یه مقدار کلافتون بکنه. این نقص رو به همراه یک سری از بازبینی‌ها و بهبودهای دیگه که خود بهمن موتور اومده توی مدل پرایم اصطلاحاً گیربکس جدید اومده انجام داده، باعث بهبود عملکرد این خودرو شده. ولی موردی که هستش، عملکرد گیربکس تر این ماشین رو می‌خوایم بسنجیم. روی گیربکس 2 کلاژه خشک این ماشین یک مقدار احساس می‌کنم تعویض‌ها زنده تر بود. بیشتر توی این گیربکس با تغییراتی که توی نرم افزار گیربکس انجام دادن، بیشتر هدف بهمن موتور احساس میکنم رو به سمت اکونومی بردن ماشین هستش. بیشتر ماشین سعی میکنه تعویض دنده ها رو توی حالت در واقع اکوش، اون شارپی و تازگی تعویض دنده رو سعی میکنه نداشته باشه که دور موتور پایین‌تر باشه، بتونه مصرف بهتری از ماشین بگیره. مصرف ماشین باکش حدود 55 لیتر. مصرف شهرش اگر بخواید معمولی باش راه برید یه چیزی حدود 11-12 لیتره و مصرف جاده‌ایش هم میتونه اگر سرگاز راه برید 7.5-8 هم براتون برمقام بیاره. پشت آمپر کلاسترش که در واقع کاملا دیجیتالی شده، بسیار خاناست، ولی دور موتورش یک مقدار هم به صورت دیجیتالی نشون میده، هم تقریبا به صورت آنالوگ مانند اون گوشه داره نشون میده. یک مقدار سخت عادت کردم بهش، خیلی ریزه به خصوص اون قسمت آنالوگ مانندش، ولی روی مرکزیت صفحش اومده سرعت خودرو رو نمایش میده که بسیار خانه و تو چشمه. بزرگترین عددی که داره نمایش میده الان همین موضوعه. صفحه در واقع کلاستر پشت آمپرش چند منظوره است و میتونید در واقع TPMS خودرو، دمای تایرها و فشار تایرها رو توش ببینید و اطلاعاتی که لازمه برای رانندگیتون داشته باشید. حس رانندگی، حسی که فرمون بهتون میده، حس صندلی ها، صندلی کاملا دربرگیرنده است، با اینکه نیمتنه من تقریبا بلند محسوب میشه ولی کامل پشت سرم رو پر کرده این ماشین. صندلیش فضای خالی واقعا وجود نداره و یکی از دربرگیرنده ترین صندلی هایی هستش که تا به حال تست کردم و فرم خوبی داره صندلیش. دوربین 360 درجه ماشین همونطور که می‌بینید الان که راهنما زدن فعال شده، ولی انتظار داشتیم گرافیک بهتری داشته باشه این دوربین. یعنی یکی از شاید بی‌کیفیت ترین دوربین‌های 360 رو داشته باشه تو رنج قیمتی خودش، ولی در عوض رادار نقطه کور رو داره که اینجا براتون آلارم میزنه و اینجا بهتون نمایش میده و رادار حرکت بین خطوط رو داره که خودش یک نقطه قوت بزرگ هستش. شتاب ماشین فستابق چیزی نزدیک 10.5-11 بود با گیربکس 2 کلاژه خشکش، ولی با تنظیمات جدیدش و تغییراتی که روش انجام دادن، البته خب گیربکس تر هم به واسطه اینکه توی روغن داره اون در واقع روتورها میچرخه، یک مقدار باعث لختی حرکت میشه و اون شارپنس گیربکس‌های خشک رو نداره. همین باعث شده که یک مقدار تاثیر گذاشته روی عملکرد شتاب 0 تا 100 ماشین. صدای باد و صدای جاده تقریبا خیلی کم داخل کابین ماشین میاد و ایزولیشنی که داره یکی از بزرگترین نقاط قوتشه. من الان حدود 70 تا دارم میرم، واقعا انگار که دارم با 20 کیلومتر با ماشین رانندگی میکنم و
صدا با اینکه راسکا کبیر تایر روی خودرو نصب شده، صدای لاستیک‌ها هم زیاد داخل کابین نمیاد و آزاردهنده به هیچ وجه نیستش. تعلیق ماشین هم با اینکه رینگ‌های 20 اینچی رو ماشین هستش، انتظار داشتم واقعا کوبش بیشتری رو ببینم، ولی با توجه به اینکه سیستم تعلیق عقب مولتی لینک هستش و جلو هم مکفرسون واقعا خوب داره هندل میکنه، خوب داره ضربات رو جذب خودش میکنه، به کابین منتقل نمیکنه. فرمون ماشین بسیار تیز عمل میکنه و فرمون ماشین برقی هستش. هر چقدر که سرعت خودرو هم بالاتر بره، در واقع حساسیت فرمون هم کمتر میشه و فرمون حالت صفرتری به خودش میگیره. خب بریم یه شتاب 0 تا 100 هم با ماشین داشته باشیم. خودرو رو حالت اسپورت گذاشتم، بنزین معمولی، یه دونه سرنشین و ارتفاع از سطح دریا هم حدود 1250 متر. بریم 1 2 3. یه ذره اولش دست کرد. و 100. یه ذره به نظرم چند بار باشه شتاب گیری بکنیم رقمای بهتری هم میتونه بزنه. احساس میکنم عملکرد گیربکسش میتونه از اینم بهتر باشه. یک مقدار دست کرد توی شروع حرکت و شاید به خاطر این هستش که با ترکشن کنترل روشن این تست رو گرفتیم. شاید با ترکشن کنترل خاموش و یه مقدار سعی و تلاش بتونه یه ثانیه نیم هم تو همین شرایط 0 تا 100 رو کمتر بزنه. ولی باز هم با توجه به وزن 1650 کیلوگرمی ماشین و ابعاد خودرو و موتور 1.5 لیتری توربو که داره، با توجه به مشخصاتی که داره، به نظرم بد نبود. ولی میگم عملکرد ماشین توی مدل پرایم معمولیش یک مقدار تند و تیزتر هستش، ولی با توجه به بهبودهایی که انجام دادن، مثلا تغییراتی توی تعلیق عقب اومدن انجام دادن، روی ترکشن کنترل از آخرین سیستم‌های ترکشن کنترل بوش اومدن بهره گیری کردن، همین باعث میشه که ماشین نقطه قوت‌هاش بیشتر از نقطه ضعف‌هاش باشه نسبت به مدل قبلی. از لحاظ ترمزم الان اون حس ترمزش خوبه، یعنی اون حالت لختی رو نمیبینید تو عملکرد ترمزش. به محض اینکه پدال رو فشار میدید اون ترمزگیری رو براتون انجام میده و حس خوبی داره. ولی تو جاده کوهستانی اگر بخواید زیاد ترمزگیری مکرر انجام بدید ممکنه ترمزش رفته داغ بکنه، از این حالت چفت و قرصیش خارج بشه. در مجموع ماشین بسیار تو دستیه، دید به اطراف خیلی خوبه، آینه‌های بزرگی داره، با دوربین 360 کار اومدن تکمیل کردن، دید کاملی به اطراف دارید، کیفیت متریال داخلی خوب و راضی کننده است. تو این رنج قیمتی هم باید مقایسهش بکنیم با تیگو 7 پرو. البته فردای T5 و KMC K7 هم میتونیم به نوعی رقم این خودرو حالا توی رنج قیمتی یه ذره بالا و پایین به حساب بیاریم. حالا شما به من بگی با توجه به مواردی که گفتیم این خودرو رو انتخاب میکنید یا از رقبای این خودرو؟